سلام دوستان، امروز من براتون چند تا جمله در نظر گرفتم که خیلی تو مکالمات روزمره ما استفاده می‌کنیم ولی یه کمی سطحش پیشرفته است. خب قبل از اینکه شما ترجمه هر جمله رو که من براتون می‌نویسم رو ببینید و توضیحات لازم رو خودتون سعی کنید جمله رو ترجمه کنید به فرانسه و ببینید که چقدر درست ترجمه کردید. اگه سطحتون پیشرفته هم نیست، پیشنهاد می‌کنم که در واقع ببینید، چون که پر از نکات جمله سازی و گرامر و اینها هست. خب صبح قبل از زنگ ساعت بیدار شدم، یعنی قبل از اینکه ساعت هم زنگ بزنه بیدار شدم، چون نور خورشید مستقیم افتاده بود روی صورتم. خب میگم صبح، میتونم بگم مثلا صبح، وقتی میگم صبح یعنی هم امروز صبح دیگه. پس صبح ببینید اینجا فعل اصلیمون بیدار شدنه. پس اول من با این شروع میکنم. کسایی که مبتدی هستن میان واو به واو، یعنی اول میگن قبل از که زنگ ساعت هم بخوره بیدار شدم. خب در حالی که توی فرانسه اول فعل اصلی رو میارن. میگم je me suis réveillé، بیدار شدن دیگه میدونیم دیگه. je me suis réveillé ce matin، je me suis réveillé قبل از زنگ ساعت، یعنی قبل از اینکه زنگ ساعت هم به صدا در بیاد یا بخوره. قبل از اینکه چی میشه؟ میشه avant que mon réveil sonne، یعنی avant que mon réveil sonne. نکته ای که هست اینه که شما بعد از avant que باید حتما از وجه سوبژانکتیو یا التزامی استفاده کنید. حالا چون سونه فعل گروه اول خیلی مشخص نیست که سوبژانکتیو، ولی در اصل سوبژانکتیوه. خب پس ce matin je me suis réveillé avant que mon réveil sonne، چون نور خورشید مستقیم افتاده روی صورتم. میگم parce que نور خورشید میشه la lumière du soleil افتاده بود روی صورتم. میتونم من بگم که était tombé، یا اصلا اینجا با امپرفر میتونم میگم tombé مستقیم directement sur mon visage. اوکی؟ اینجا یه او باید بذاریم به خاطر اینکه ببینید لومیر مؤنثه. فعلی که با ات صرف میشن باید باش مطابقت داده بشه. خب تومبه یه او اضافه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه لومیر مؤنث هستش. یا میتونم از امپرفر اینجا استفاده کنم، هیچ مشکلی نداره. پس چی شد؟ ce matin je me suis réveillé avant que mon réveil sonne یعنی زنگ زدن دیگه. خب parce que la lumière du soleil était tombée یا tombée directement sur mon visage. جمله بعدیمون، وقتی رفتم دوش بگیرم آب دیر گرم شد و چند لحظه مجبور شدم با آب سرد دوش بگیرم یا خودمو بشورم. حالا میتونم بگم با آب سرد، اینجا دوش بگیرم دیگه تکرار نگیم، مثلا خودمو بشورم یا بشویم. اوکی؟ خب وقتی رفتم دوش بگیرم quand je suis allé prendre une douche. حالا به جای prendre une douche من میتونم بگم me doucher، یه فعل دو ضمیرم داریم برای دوش گرفتن. quand je suis allé prendre une douche. خب آب دیر گرم شد. یعنی چی آب دیر گرم شد؟ یعنی که آب زمانی طول کشید تا گرم بشه. میتونم بگم خیلی راحت l'eau a mis du temps. خب گرم شدن چی میشه؟ آفرین، شوفه. پس l'eau a mis du temps à chauffer. ببین mettre du temps à faire quelque chose یعنی وقت بذاری برای انجام یک کار، یعنی وقت گذروندن. مثلا l'eau a mis du temps à chauffer. افهم یه چیزی تو که مثلا میگه در آسانسور یه کمی دیر بسته شد، میگیم la porte de l'ascenseur a mis du temps à fermer. ببینید چقدر میتونید با این ساختار a mis du temps à جمله بسازید. خودتون باید 10 تا جمله با همین اصطلاح عبارت بسازید. و چند لحظه مجبور شدم با آب سرد خودمو بشورم. خب مجبور شدم چی میشه؟ j'ai dû. خب j'ai dû از فعل دوباره الان اکسانش خوش میذاره. j'ai dû me laver، خودمو بشورم. j'ai dû me laver à l'eau froide، à l'eau یا avec l'eau فرق نمیکنه، avec de l'eau froide. خب pendant quelques instants. متوجه شدید؟ quand je suis allé prendre une douche یا me doucher. خیلی دیدم که میگن quand je suis allé pour prendre. ببینید حرف اضافه ها رو همینجوری ما نمیتونیم خرج کنیم، رایگان نیست تو فرانسه حرف اضافه. حالا چه چه دو چه پو، همینجوری ما نباید استفاده بکنیم. ما خیلی تو با فارسی اشتباه میگیم، در حالی که حرف اضافه ها فارسی و فرانسه
90% میتونم بگم متفاوته، پس هر جایی استفاده نکنیم. فقط خیلی راحت مصدر رو میاریم. Quand je suis allé prendre une douche یا me doucher, l'eau a mis du temps à chauffer et j'ai dû me laver avec de l'eau froide pendant quelques instants. یعنی به مدت چند لحظه. خب حالا جمله بعدم میگه موقع بستن بند کفشم بندش گره خورد و وقتم تلف شد. وقتمو گرفت یا وقت از دست دادم. خب وقتی میگم موقع فلان میتونیم از ژروندیف استفاده بکنیم. یعنی آن رو میذارم و بستن بند کفش. ببین بند کفش میشه چی؟ میشه لو لسه. اما بستن، هر بستنی فرمه نمیشه. اینجا من از نوع استفاده میکنم. میگم آن نوان می لسه. خب لسه پس یعنی بند کفش، نوع یعنی گره زدن. گره زدن کفش یا بستن بند کفش رو میگن نوع. پس با ژروندیف میگم آن نوان می لسه یعنی چی؟ یعنی موقع بستن بند کفشام بندش گره خورده بود یا بنداش گره خورده بود. میگم ایسوسون یا ایسته، حتی میتونم بگم با دوسکو پرفه ایسته آمله. خب اکسانش هم اینجا خود ورد کمک میکنه. ایسته آمله ای j'ai perdu du temps. به همین راحتی و وقتم تلف شد. یعنی چی؟ یعنی وقت از دست دادم. یه سری جمله ها رو، کلمه ها رو میتونیم مفهومی ترجمه بکنیم برای اینکه ترجمه تحت لفظی نشه. و سامله در مورد بند کفش یعنی گره خوردن. حالا جمله بعدی توی آسانسور همسایه‌ام پرسید که چرا دیروز توی ساختمون نبودم. خب توی آسانسور یعنی چی؟ یعنی دقیقاً داخل آسانسور. پس میگم dans l'ascenseur. خب dans l'ascenseur mon voisin پرسید، یعنی از من پرسید دیگه. پس میگم m'a demandé، نگی من پوزه این کسی. خب میگه m'a demandé mon voisin m'a demandé چرا دیروز تو ساختمون نبودم. pourquoi je n'étais pas dans l'immeuble hier. دقت کنید هر ساختمانی ما نمیگیم باتیمان. اگه ساختمون مسکونی باشه معمولا میگیم ایمابل. شما میگیم j'habite dans cet immeuble، من تو این ساختمون زندگی میکنم. باتیمان به هر ساختمانی شما میتونید بگید باتیمان. ولی ساختمان مسکونی رو بهتره بگیم که ایمابل. وقتی از در ساختمون بیرون رفتم بوی نون تازه از نونوایی پیچیده بود. نونوایی پیچیدن. خب میگم که باز اینجا وقتی که میتونم از ژروندیف بگم خارج شدن چی میشه؟ میشه sortir de. پس میگم en sortant ژروندیف en sortant de l'immeuble. خب بوی نون تازه از نونوایی پیچیده بود یا میومد. میگم l'odeur یعنی بو du pain frais. L'odeur du pain frais s'était répandue depuis la مثلا boulangerie. یعنی از دیگه، یا میتونم بگم دو لا بولانژری یا depuis la boulangerie. یعنی از نونوایی تا ساختمان ما بوش پیچیده بود، یعنی تو هوا پخش شده بود. ببین فعل se répandre oh là là این اکسان گذاشتن تو بردن داستانیه. se répandre به چه معناست؟ به معنای پراکنده شدن. مثلا یک چیزی که پراکنده میشه، مثلا یک بویی که پراکنده میشه، میشه se répandre. خب مسیر تا ایستگاه شلوغ‌تر از همیشه بود. خب مسیر رو من میتونم بگم le trajet یا le chemin هم میتونم بگم، le trajet هم میتونم بگم le chemin. خب شلوغ‌تر از همیشه بود. میگم که était شلوغ. در مورد وقتی مسیر شلوغ میشه از صفت encombré استفاده میکنی. encombré خیلی بهتره. خب le chemin était encombré. البته مسیر تا کجا؟ le trajet jusqu'à la station. خب jusqu'à la station était encombré بیشتر از همیشه. میگیم plus que. اینجا دیگه همیشه رو میگیم jamais. آیا میدونستی؟ به جای اینکه میگیم plus que toujours که اصلا خیلی استفاده نمیشه، plus que jamais گاهی jamais تو زبان فرانسه معنی همیشه است. پس plus que jamais یعنی بیشتر از همیشه. پس le chemin jusqu'à la station était encombré plus que jamais. خب جمله بعدیمون چی هست؟ میگه که راننده اتوبوس امروز خیلی خوش اخلاق بود و به همه سلام میکرد. خب میگم که le chauffeur de bus était خوش اخلاق. میتونم بگم était très aimable. اگه بخوام یه کمی با سخت‌ترش رو بگم était de bonne humeur.
était de bonne humeur یعنی خوش اخلاق بود خب ولی خیلی راحت میتونم était très aimable aujourd'hui et saluer و به همه سلام میداد saluer یعنی سلام دادن دیگه et saluer tout le monde متوجه شدید le chauffeur de bus یا le conducteur de bus هیچ فرق نمیکنه était très aimable aujourd'hui et saluer tout le monde و به همه سلام میکرد جمله بعدیمون یک خانم مسن توی اتوبوس کنارم نشست و شروع کرد درباره نوه‌هاش حرف زدن خب یک خانم مسن رو میتونم میگم une vieille dame ببینید دم همون مدام که میگیم خب یعنی بانوی من اوکی دم یعنی بانو خانم اگه خیلی محترمانه بخوایم بگیم نمیگیم فم میگیم دم دیگه هم که یعنی پیر یا مسن une vieille dame توی اتوبوس نشست کنارم میگم که c'est assise à côté de این کوتاه من اینجا نیستم که این اکسیون سرکمفلکس رو نمیتونم بزنم خودش بزنه خب à côté de moi کجا توی اتوبوس dans le bus پس une vieille dame c'est assise هیچ وقت با عجله مثل من تایپ نکنید une vieille dame c'est assise چرا میگم assise خب به خاطر اینکه une vieille dame یک خانومه فعلمون دو ضمیرم که با ات ثبت میشه همیشه باید یه او آخرش بگذاریم درسته او مؤنث بهش میگن une vieille dame c'est assise à côté de moi dans le bus و شروع کرد درباره نوه‌هاش صحبت کردن et a commencé à parler de ses نوه چی میشه آفرین petits enfants خب توضیح اینو بدم ببینید وقتی میگن داخل اتوبوس نمیگم آمبوس میگم dans le bus a commencé à parler اگر بعد از commencer شما بخوای فعل بیاری و حرف اضافه ا رو حتما بگذاری و اینکه parler de یعنی درباره کسی صحبت کردن یادتون باشه parler de بریم جمله بعدیمون قهوه ساز دفتر امروز صدای عجیبی میداد ولی کار میکرد خب قهوه ساز مثلا میتونم بگم la machine آفرین la machine à café کجا دفتر میگم du bureau اوکی صدای عجیبی میداد مثلا میگم faisait un bruit étrange یا bizarre فرق نمیکنه mais اما کار میکرد حالا چون مؤنث elle fonctionnait کار کردن در مورد وسایل برقی و الکترونیکی و امثال هم فعلش میشه fonctionner همکارم گفت امروز تولدشه و برای همه کیک آورد مثلا میگم mon collègue گفت امروز تولدش یعنی به من گفتی میتونم بگم مدی که به من گفت که c'était جشن تولدش میشه همون son anniversaire کافیه son anniversaire qui aujourd'hui et a apporté un gâteau pour tout le monde برای همه یه دونه کیک آورد دقت کنید وقتی شما فعل اولتون پس کمپوزه است این بعد معمولا امپرفه است یعنی بعد گذشته باشه ببین تو فارسی میگی همکارم گفت که امروز تولدشه این زمان حاله ولی توی فرانسه بعد امپرفه باشه یعنی گذشته باشه mon collègue m'a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui et a apporté و آورد un gâteau pour tout le monde خب جمله بعدیمون ببینیم چیه یک ایمیل مهم گرفتم یعنی دریافت کردم ولی فرستنده اشتباه نوشته سلام خانم جولی در حالی که من آقا هستم یک ایمیل مهم گرفتم یعنی میگم یا میتونم بگم j'ai pris یا میگم j'ai reçu un email یا un courriel important خصوص سری باید بذاریم اما ولی فرستنده اشتباه نوشته بود فرستنده چی میشه آفرین l'expéditeur پس فرستنده یک نامه یا یک بستر میشه l'expéditeur گیرنده چی میشه توی کامنت ها برام بنویسید اگه بلدید mais l'expéditeur avait écrit نوشته بود avait écrit bonjour madame حالا من مدام خیلی مختصر می‌نویسم مدام جولی در حالی که من آقا هستم این در حالی که چی میشه alors que بعد از alors que سوبژکتیو نمیخواد alors que je suis homme یا je suis un homme بهتره بگم je suis un homme در حالی که من یک آقا هستم بعد از نهار همه کمی خواب‌آلود شده بودم بعد از نهار که مشخصه après le déjeuner
نه همه کمی خواب‌آلود شده بودن، یعنی خواب‌آلود بودن. همه چی میشه؟ طول موند بگید، برای همه میگه طول موند. ببین معنی جمع داره ولی فعلش باید مفرد باشه. پس طول موند اته، خواب‌آلود چی میشه؟ somnolent. somnolent او somnolent این شکلیه. اوکی، somnolent یعنی خواب‌آلود. همه خواب‌آلود بودن. یکی از همکارها، یعنی یکی از همکارای من مثلا لیوان چای روی میز ریخت، نه اینکه از قصد، دستش خود چای ریخت و همه کمک کردیم تمیز کنیم. خب یکی از همکارا چه میشه؟ میشه لن. اگه مؤنث بشه لون. حالا ما مذکر میگیم لن دو مه کولگ مثلا. خب ریختن چی میشه؟ میشه قام ورسه، یعنی چپه کردن لیوان یا فنجان چای. une tasse de thé یا un verre de thé تفاوتی نداره. حالا این tasse de thé کجاست؟ sur la table. خب و همه کمک کردیم تمیز کنیم. et nous avons tous aidé. بعد از aider فعل بخوایم بیاریم à تمیز کردن، à nettoyer. voilà. L'un de mes collègues a renversé une tasse de thé sur la table et nous avons tous aidé à nettoyer. بسیار عالی. دو تا جمله داریم، دو تا جمله دارم. بریم. وقتی برای پرینت رفتم کاغذ گیر کرده بود و چند دقیقه طول کشید درستش کنیم. خب میگم quand je suis allé pour imprimer اینجا pour imprimer مثلا un document، اینکه یک سندی رو مثلا پرینت بگیرم، کاغذ گیر کرده بود، یعنی توی پرینتر کاغذ گیر کرده. میگم le papier était coincé یعنی گیر کرده بود و چند دقیقه طول کشید درستش کنم. چند دقیقه طول کشید میتونم اینجا بگم il a fallu quelques minutes à le مثلا débloquer. débloquer یعنی از حالت بلوکه خارج کردن، یعنی درش بیاریم. اوکی. il a fallu از فعل falloir یعنی چند دقیقه لازم شد برای خارج کردن کاغذ از این حالت. quand je suis allé pour imprimer un document le papier était coincé. گیر کرده بود. هر جایی گیر افتاده بگید j'étais coincé. مثلا j'étais coincé dans l'embouteillage. تو ترافیک گیر افتاده بود. et il a fallu quelques minutes à le débloquer. از پنجره دیدم آخرین جمله بیرون بارون نم نم شروع شد. نم نم یعنی خیلی ضعیف. خب از پنجره دیدم، میتونم بگم par la fenêtre. اکسپلنیشن ورد بذارم برامون. par la fenêtre دیدم بارون نم نم شروع شده. میگم که j'ai vu qu'il avait commencé à pleuvoir. نم نم رو میتونیم بگیم مثلا légèrement. این هم از این پرافونه j'ai vu qu'il avait commencé، دیدم که شروع شده بود باران گرفتن، ریزش باران شروع شده بود. plus que parfait. j'ai vu qu'il avait commencé à pleuvoir légèrement. دیدم که بارون نم نم شروع کرده به باریدن. امیدوارم که این جمله ها رو در واقع یک روش، یک تکنیکی باشه برای اینکه چجوری جمله سازی کار بکنید. و گفتم حالا اگه ویدیو رو دیدید اشکالی نداره، یه بار بیایید قبل از اینکه متن فرانسه رو ببینید خودتون ترجمه کنید، ببینید آیا میتونید این کار رو انجام. اگر بتونید دقیقاً همونجوری که من ترجمه کردم یه چیز شبیه این و درست ترجمه کرده باشید، یعنی که زبان فرانسه شما سطح واقعا پیشرفته‌ای هست. این جمله‌های پیچیده‌ای بودن. خب و مرسی از اینکه این ویدیو رو هم باز تماشا کردین و هیچ دیگه تا ویدیوی بعدی. بابا